سلام بچه‌ها، با یه ویدیوی جذاب و باحال در خدمتتون هستم. حتما تا انتهای ویدیو همراه من باشید چون یه سری اطلاعات قراره از سیزن 7 بهتون بدم در مورد اینکه چه گانی به بازی اضافه شده و چه گردونه هایی قراره در داخل سیزن 7 ما ببینیم بچه‌ها. خب بریم سر وقت ویدیو. داخل این ویدیویی که الان دارید میبینید من داشتم داخل بازی همجوری میچرخیدم داخل رومای مختلف. یه دفعه اومدم داخل این روم و روم استارت خورد سری. روم 2 به تک اسنایپ استارت خورد و تنها چیزی که من داخل روم شنیدم یه صدایی بود گفت اسنایپه و استارت خورد. منم گفتم باشه اینا 2 به تک استارت کردن میخوام مفبر کنن. منم یکم شل بازی کردم اینا یکم بیان بالا. 8-3 ازشون عقب افتادم. قرارمون 8-3 نبود ولی 8-3 عقب افتادم. گفتم بذار ویدیو جالب تر میشه. هرچی بیشتر عقب بیفتم کامبکش قشنگتره. دیلو کشیدم افتادم دنبال اینا. بچه‌ها تا من با دیل دارم دنبال اینا میکنم اون اطلاعاتی که گفته بودم رو بهتون بدم. اول اینکه بچه‌ها گانی که قرار بود به بازی اضافه شه، یعنی گانی که به بازی اضافه شد ایزو هستش بچه‌ها و در دسته SMG هست و اینکه این گان داخل تیر 21 بتل پس باز میشه و میتونید براش چی میگن اتچمنت های خودتون رو بچینید و بذارید داخل لوداوت دراپتون. خب بریم سراغ گردونه هایی که قرار بود به بازی اضافه شه. اولین گردونه بچه‌ها گردونه لوکاس هستش که 20 مرداد ماه به بازی اضافه میشه و گردونه بعدی گردونه مکتن اتمیک هستش که این مکتن اتمیک فوق العاده عالیه. من خیلی به شخص دوستش دارم. اگه پول دستم بیاد حتما میزنمش این مکتن اتمیک رو که 22 مرداد ماه به بازی اضافه میشه. گردونه های بعدی بچه‌ها QQ9 و DLQ زیلات هستش که 27 مرداد ماه به بازی اضافه میشه. گردونه بعدی بچه‌ها ادلر، یعنی گردونه نه کاراکتر اپیکه که ادلر 2 شهریور ماه به بازی اضافه میشه، همون ادلر سفید معروف. و گردونه بعدی گوست متیکه. گوست متیک همین امروز که دارید بازی رو میبینید به بازی اضافه شده. بچه‌ها به احتمال 90% گردونه گوست متیک رو بزنم و اگرم بزنمش فول آپگریدش میکنم گردونه گوستو. پس اون زنگوله بغل رو یادتون نره روشنش کنید. اون زنگوله بغل رو همین الان روشنش کن تا من گوست متیک رو زدم یه چند دستم باهاش میخوام پلی بدم. ببینید و عشق کنید. خلاصه بریم سراغ گردونه بعدی. بچه‌ها گردونه بعدی گردونه خود گان ایزو هستش که این سیزن به بازی اضافه شده. گردونه ایزو هم 19 مرداد ماه قراره بیاد و گردونه بعدی بچه‌ها AK117 لجند هستش که اونم 25 مرداد ماه به بازی اضافه میشه. و بریم سراغ گردونه بعدی SPR 208. بچه ها این گردونه هم 30 مرداد ماه اضافه میشه به بازی. و گردونه بعدی بچه ها خیلی ها منتظر این گانن، خیلی ها، یعنی من بگم 90% کالاف پلیرها عاشق این گانن. AK47 متیک. این گام بچه ها 20 مرداد ماه به بازی اضافه میشه و مطمئنن خیلی ها میزننش. یکی از گاناییه که مثل AK117 متیک که اومد خیلی ها زدنش، این AK47 هم میزنن بچه ها. و بریم سراغ گردونه بعدی. اسپکتور متیک قراره این سیزن بیاد بچه ها. اسپکتور متیک همونجور که میدونید فینیشر خاصی نداره، یه فینیشر معمولی روش بود. الان براش یه فینیشر جدید طراحی کردن و این فینیشرش هم میگن خیلی قشنگ. من ندیدم تا حالا فینیشرش رو، راستشو بگم میگن فینیشرش خیلی جذابه. به خاطر همین یه بار دیگه این اسپکتور متیک رو به بازی میارن گردونشو و با اون فینیشر جدیدش ارائه میدن. بچه یه دور دیگه این گردونایی که گفتم و بر حسب تاریخ دوره کنیم. گوست متیک همین امروز که دارید ویدیو رو میبینید به بازی اضافه میشه. 19 ایزو میاد. 20 مرداد ماه لوکاس و AK47 به بازی اضافه میشه. 22 مکتن اتمیک به بازی اضافه میشه. 25 بچه AK117 لجند به بازی اضافه میشه. اینم AK117 لجندش واقعا قشنگ بود من دیدم. 27 مرداد ماه بچه QQ9 و DLQ زیلات به بازی اضافه میشه و 30 مرداد ماه SPR 208 به بازی اضافه میشه توی دسته مارکسمن رایفلاس دیگه. و 2 شهریور ماه هم که ادلر به بازی اضافه میشه. خب برگردیم سراغ ویدیو. اینجا میبینید 9-7 یعنی یه بار دیگه از دوباره خوردم و 9 تا مونده بود.
یعنی 9 تا خورده بودم ازشون، یه دونه مونده بود تا اینا وین بگیرن. ولی گفتم داداش مگه میتونی من وین بگیری؟ محاله. و دیگه داشتم با خط بازی میکردم دیگه، هر جوری که میشد فقط یه حرکتی داشتم میزنم که فقط نخورم، از اینا نخورم، ضایع نشم. این داداشمونم اینجا گرفتم خفتش کردم، گفتم بیا پایین. رفتم این داخل خونه آهنی یه ریلود بزنم برم سراغ اون یکی. نشستم یه نگاه بندازم کجاست. اینا معمولا داخل این خونه چوبی خط میگرفتن، حالا میدویدنم داخل خونه چوبی بودن کلا. گفتم یه والبنگ بزنم، ناکن از خونه چوبی باز در اومد. اینجا قرار نبود بره پله ها رو بالا، ولی خب رفت دیگه. گفتم بیام پایین بزنمش، بنازم فصل اسکوپ به مولا. خب بچه ها، موضوع بعدی این که لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، اون زنگوله بغلم بزنید که یه سری کارهای خیلی توپ قراره داخل چنل انجام بدم و خلاصه آره زنگوله رو فعال کنید، بعدا خودتون متوجه میشین که قراره چه کارهایی انجام بدیم. خلاصه که آره بچه ها، این ویدیو ادیت این ویدیو نمیدونم به طلسم افتاده بود. من هر چقدر این ویدیو رو میخواستم ادیت بزنم یا گوشی زنگ میخورد یا باید میرفتم جایی یا سر کار بودم، کلا مشغول بودم. اینجا ناکن تیر دومم زدم، تیر آخر استرس داشتم، هرچی زوم میکردم بگیرم روش بزنم. خب رسیدیم به دست طلایی بچه ها، دست آخر 9-9 شده بودیم اینجا، استرس هم به شدت رفته بود بالا، دست آخر بود و اینکه اونا اینجا باید به من راش میدادن، من دیگه راش نمیدادم. گفتم از اون جایی هم که اینا الان دست آخر 2 نفره از A احتمال 90% راش بدن، از B رفتم بچه. گفتم از B برم، من ترسم بچه، این اصلا ریسک نمی کنم. ریسک بکنی که چی بشه، تهش بمیری و داخل ویدیو ضایع بشی. نه، وای میسی قشنگ با ریلکسی کامل از بک میزنیشون، مگه غیر اینه بچه ها؟ اومدم داخل خونه آهنی ببینم کجا اینا، کجا رفتن و فلان و بیسار. برگشتم پایین یه نگاه به خونه چوبی بندازم، یه نگاه به کانکس انداختم. اینجا کارکترم نشست، گفتم بذار همون نشسته یکم وول بخورم ببینم کجان. اومدم جلو ایو نگاه کردم، داداش نه یا اینجوری، ای بابا زایسی، این خیلی خرابه بچه. این تا انمی رو ندیدید اون حرکت یادم رفت، بنازم مغز بچه ها، بنازم اسلاید رو تا انمی رو ندیدید نزنید. حالا خودم بهتون میگم ولی خب خودم هیچ موقع نمیزنم اسلاید، یعنی قبل اینکه انمی رو ببینم میزنم بچه. 90% موقع ها اسلاید رو بعد از دیدن انمی بزنید تیرش بهتون نمیخوره، یعنی تا انمی رو میبینید اسلاید بزنید تیرش بهتون نمیخوره. اینجا هم با کوشکا نگاه کن چجوری زدمشون، بنازم. و اینکه من اینجا ویدیو رو قطع نکردم، گفتم برم داخل لابی ببینم اینا چی میگن، 2 به تک استارت کردن الان چه حسی دارن خوردن و اینا. گفتم داداش کجایی، بیا داخل لابی ببینم چندیم، کی به کیه، کجایی داداش، چرا لفت میدی، چرا لفت؟ اینجا اومدم مایک رو وا کنم بگم لفت نده دیگه، لفت داد دیگه.